یه روزی یه آهویی میاد پیش موسی، میگه موسی دعا کن یه بارونی بیاد من اینجا بتونم به بچه‌هام شیر بدم، شیرم خوش شده، نه علفی هست نه سبزی، بارونی بیاد. موسی میره رو کوه دعا میکنه، میگه خدایا بارون بیار، این بچه داره این آهو. خدا برمیگرده میگه نه بارونی نداریم. میگه یه بارونی بده به خاطر من، ریشک رو میذاره آ به خاطر من. میگه نه نمیدم موسی برو. موسی با شرمندگی از کوه میاد پایین، ناراحت میاد میگه عزیزم نمیشه، خدا گفته نمیدم. میگه بذار من برم صحبت بکنم. آهوه بیتاب بوده، مادره دیگه، میدوه میره بالای کوه با خدا میشینه راز و نیاز میکنه، میگه بده من بچه‌هام اینجوری ان دارن تلف میشن، تو چه جور خدایی هستی، چه جور فلانی هستی، چه جور. خدا میگه نمیدم. آهوه داشته از کوه میومده پایین شاد و خوشحال، میرسه پایین کوه بارون شروع میشه. موسی میره بالا میگه تو به ما ندادی، به یه آهو دادی، به یه حیوان دادی. خدا برمیگرده میگه به بزرگیم قسم، به اونم گفتم نه، ولی دیدم این با خوشحالی داره میره سمت بچه‌هاش، گفتم شرمسارش نکنم. کسی که امیدشو از خدا قطع نمیکنه، خدا ناامیدش نمیکنه. امیدتون از خدا قطع نکنید.